سلام به شما که با ما همراه شدید تا توی منابعی که داریم یکم عمیق بشیم. امروز یه سوال خیلی جالب داریم. بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر دنیا واقعاً کجاست؟ شاید شما هم اولش فکر کنید نمیدونم نیویورک یا مثلا مکزیکو سیتی، اما مقاله‌ای که داریم بررسی می‌کنیم میگه جواب یه جای دیگه است، توی آسیا، و احتمالاً غافلگیرتون میکنه. بله، طبق این منبع جواب هست چونگشینگ در چین. حالا میخوایم با هم ببینیم چطوری این شهر به این عظمت رسیده و چه ویژگی‌های خاصی داره. خب برای شروع اصلا این چونگشینگ کجای چینه؟ مقاله یه تصویرسازی بامزه‌ای داره. میگه نقشه چین رو مثل یه مرغ فرض کنید. خب چونگشینگ دقیقاً اونجاییه که بالها به بدن وصل میشن. یعنی محل تلاقی دو تا رود خیلی مهم، یانگتسه و جیالینگ. ولی فقط موقعیت جغرافیاییش نیست که خاصش کرده، درسته؟ یه چیز دیگه‌ای هم هست. دقیقاً. نکته کلیدی ببینید اینه که چونگشینگ فقط یه شهر بزرگ نیست، بلکه یکی از 4 تا شهرداری مستقله که مستقیما زیر نظر پایتخت یعنی دولت مرکزی اداره میشه. همرده با یه استان کامله، مثل پکین و شانگهای. آها، یعنی وضعیتش اداریش فرق داره. که اینطوری شد؟ این وضعیت از سال 1997 شروع شد. اون موقع از استان سیچوان جدا شد. خب چرا؟ دلیل این جدایی و این وضعیت خاص چی بود؟ یه هدف بزرگتر و خیلی استراتژیک پشتش بود. قرار بود چونگشینگ بشه موتور توسعه منطقه غرب چین که خب کمتر توسعه یافته بود. اینجوری هم رشد اقتصادی که بیشتر شرق چین بود متعادل‌تر میشد و همین که خب یه موج بزرگ مهاجرت داخلی رو میشد به سمت این منطقه جدید مدیریت و هدایت کرد. جالبه. و این توسعه مثل اینکه یه چهره شهری خیلی خیلی عجیب و غریبی هم ساخته. مقاله از قول یه بازدید کننده آلیور وینرایت چیزای عجیبی تعریف میکنه. چی میگه؟ میگه انگار محله‌ها چسبیدن به دل صخره‌ها. چسبیدن به صخره؟ آره، میگه جاده‌ها رو 20 طبقه بالاتر از سطح زمین ساختن. 20 طبقه؟ واقعاً؟ بله، حتی خطوط مونوریل از وسط ساختمان‌های مسکونی رد میشن. عجب، چه تصویری. بعد میگه تجربه گشتن تو شهر. آها، اون تشبیهش خیلی جالبه. میگه انگار ترکیبی از فیلم تلقین، همون اینسپشن، و بازی ماروپوله است. منظورش چیه دقیقاً؟ یعنی چی؟ یعنی شهر اصلاً مسطح نیست، کاملاً سه‌بعدیه. به خاطر اون پستی و بلندی‌ها و تپه‌ها، ساختمان‌ها و جاده‌ها فقط افقی نیستن، بلکه خیلی عمودی بالا و پایین میرن. برای همین میگه برای رفتن از یه جا به جای دیگه فقط لازم نیست مستقیم بری. گاهی باید کلی بری بالا یا کلی بیای پایین. انگار تو چند طبقه مختلف داری حرکت میکنی. پس نقشه‌های معمولی؟ آره، میگه نقشه‌های دوبعدی معمولی تقریباً به درد نمیخورن. باید شهر رو سه‌بعدی تجسم کنی. تصور همچین شهری حتی تو مقیاس کوچیک هم سخته. ولی مقاله خیلی روی مقیاس عظیم چونگشینگ تاکید داره. چقدر عظیم؟ مقیاسش واقعاً آدم باورش نمیشه. مساحت کل منطقه شهرداری چونگشینگ 82400 کیلومتر مربع. 82000؟ بله، یعنی تقریباً هم اندازه کل کشور اتریش. اتریش؟ یه شهر اندازه یه کشور. درسته. و جمعیت کلش هم از 32 میلیون نفر رد شده. 32 میلیون نفر؟ البته باید در نظر داشت که بخش بزرگی از این مساحت مناطق روستایی و کشاورزیه. خب طبیعیه با این وسعت. آها، پس اینجا یه سوال پیش میاد. این که میگن بزرگترین شهر، یعنی یه جور بازی با طرایف اداری نیست؟ چقدر از این جمعیت واقعاً تو خود اون منطقه شهری متراکم زندگی میکنن؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید، درسته که مساحت اداری خیلی خیلی بزرگه، اما نکته کلیدی اینه که طبق آمارها بیشتر از 70% این جمعیت عظیم، یعنی چیزی حدود 22 تا 23 میلیون نفر توی همون ناحیه اصلی شهری متمرکز شدن. 23 میلیون نفر؟ پس با یک کلان شهر واقعی با تراکم خیلی بالا طرفیم. دقیقاً. نه فقط یه منطقه جغرافیایی خیلی بزرگ که اسمش شهره. و چیزی که قضیه رو جالب‌تر میکنه اینه که این رشد وحشتناک انگار خیلی هم قدیمی نیست، درسته؟ اصلاً و ابداً. اینجاست که سرعت تغییرات توی چین رو میشه دید. جمعیتش مثلا سال 1968 حدود 2-3 میلیون نفر بوده. فقط 2 میلیون خورده‌ای؟ بله، حالا رسیده به بیش از 32 میلیون نفر توی حدود 50-60 سال. این یعنی یه انفجار جمعیت که خب این بخشی از اون برنامه کلان شهرنشینی چین بوده.
همون برنامه‌ای که می‌خواستن درصد شهرنشینی رو خیلی بیارن بالا. آره، هدف این بود که نرخ شهرنشینی رو از حدود 36% سال 2002 برسونن به 70% تا سال 2050. پس با اینکه خود شهر، یعنی محلش، قدمت زیادی داره. بله، قدمت خود چونگچینگ به بیش از 3000 سال میرسه. همیشه هم شهر مهمی بوده، مخصوصاً به عنوان بندر روی رود یانگتسه. حتی یه دوره‌ای پایتخت چین در زمان جنگ هم بوده. پس تاریخ داره، اما این مقیاس غول‌آسا و این شکل و شمایل عجیب و غریب امروزیش، این معماری سه‌بعدی، اینا محصول مستقیم تصمیم‌های استراتژیک و سرمایه‌گذاری‌های عظیم دهه‌های اخیره. مخصوصاً بعد از اون جدایی از استان سیچوان در سال 1997. خیلی خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از چیزی که این منبع به ما گفت، اینه که چونچینگ برخلاف تصور اولیه خیلی از ما مدعی عنوان بزرگترین شهر جهانه، هم از نظر وسعت اداری هم جمعیت کل. درسته. و شهری با یه معماری کاملا منحصر به فرد و سه‌بعدی که این هم نتیجه مستقیم یه برنامه‌ریزی متمرکز بوده. برنامه‌ریزی برای توسعه یه منطقه و مدیریت کردن مهاجرت داخلی عظیم. دقیقاً. و به نظرم فراتر از این آمار و ارقام جغرافیایی، چونچینگ یه نمادی از سرعت و مقیاس شهرنشینی تو دنیای مدرن، مخصوصاً مدلی که توی چین پیاده شده. چه نمادی؟ نماد این که چطور برنامه‌ریزی متمرکز و سرمایه‌گذاری دولتی میتونه چهره یه منطقه رو توی مدت زمان نسبتاً کوتاه و در ابعادی که باورش سخته تغییر بده. البته خب این مدل قطعاً چالش‌های خودش رو هم داره، از فشار وحشتناک روی زیرساخت‌ها بگیر تا مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی. درسته. و این ما رو میرسونه به یه سوال جالب برای فکر کردن. سوالی که برای شما شنونده هم مطرحه. با توجه به اینکه رشد کلی جمعیت چین دیگه اون شتاب سابق رو نداره، حتی داره کند میشه و به سمت منفی شدن میره، آینده این کلان شهرهای غول‌پیکر مثل چونگچینگ که با این سرعت و با این عظمت ساخته شدن چی میتونه باشه؟ آیا این مدل توسعه شهری درسایی برای بقیه دنیا داره یا بیشتر چالشاش به چشم میاد؟ سوال مهمیه واقعاً. خب از اینکه در این بررسی عمیق همراه ما بودید خیلی متشکرم.